به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیزم، چنانه که به ما معلوم است طول یک چند روز است که بین بلاگران جنگ رفته ایستاده است. یکدیگر را دشنام می‌دهند و نه تنها بلاگران بلکه اعضایان آنها یعنی پادپیسچکان آنها هم یکدیگر را دشنام می‌دهند که این خیلی کاری زشت است. اینک نوار را تا آخر گوش بکنید. در این نوار ما سبب جنگ آنها را با دلیل قرآنی و راه حل آنها را هم با دلیل قرآنی میگوییم تا که آنها آشتی بکنند. الله سبحانه و تعالی میفرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت‌ها و گروبندی با تیرهایی که فال میکشایند پلیدی و کار شیطان است، از آن پرهیز کنید تا رستگار شوید. شیطان میخواهد با شراب و قمار میان شما کینه و دشمنی افکند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد. پس آیا شما دست میکشید؟ پس بس میکنید؟ الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیت 90 و 91 چنین میگوید که شراب و قمار، بت‌ها و گروبندی با تیرهایی که فال میکشایند پلیدی و کار شیطان است. همه اینها از کار شیطان است، از آن دست بکشید. یعنی در آیت 90 الله سبحانه و تعالی ما را وادار میکند که از این کارها دست بکشیم و در آیت 2 میگوید شیطان میخواهد با شراب و قمار میان شما کینه و دشمنی افکند. یعنی شراب و قمار اینها سبب‌هایی میشوند که میان ما مسلمانان دشمنی، کینه و عداوت پیدا میشود. چنانه که امروز ما میبینیم آن کینه و دشمنی که بین بلاگران و بین اعضایان آنها است با سبب قمار سر زد. وقتی که آنها بازی‌های قماری را سر کردند، یعنی بازی‌های لاتاریه را، و با این سبب دشمنی بین آنها سر زد. الله سبحانه و تعالی میداند که چی چیزی بر ما ضرر می آورد و به همین سبب قمار را حرام گردانید. ببینید برادران، سبب دشمنی بین شما بلاگران و بین اعضایان شما این چیست؟ این قمار است. این را الله سبحانه و تعالی میگوید و در دوام آیت الله سبحانه و تعالی میگوید که و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد. یعنی که وقتی که شما به شراب و قمار دست میزنید میان شما شیطان دشمنی می افکند و شما را از یاد خدا و نماز باز می دارد. پس آیا از این کارها دست می کشید؟ پس آیا این کارها را یک سو می گذارید؟ این از سوال خداوند بر ما. پس برادر و خواهر ایمانیم، بیایید به این آیت نظر بکنیم و این آیت را عملی بکنیم و قمار را یک سو گذاریم. آن تحفه‌ای که شما میمانید بدانید که ایمان هر یکی ما و شما از این تحفه ها گرانتر است. مال دنیا شما را فریب ندهد. راه حل آن در چیست؟ گوش بکنید. راه حل آن هم در آیت قرآن است. الله سبحانه و تعالی می فرماید به درستی که مؤمنان برادرند، میان برادران آشتی بیفکنید و از خدا بترسید تا که بر شما رحمت آرد. ببینید الله سبحانه و تعالی چی میفرماید؟ به درستی که مؤمنان برادرند، انما المؤمنون الاخوه، و در دوام آیت میگوید میان برادرانتان آشتی بیفکنید. وقتی که میبینید که دو برادر شما جنگ کرده ایستاده اند، این امر الله است که بین آنها آشتی بیفکنید و از خدا بترسید. یعنی که کسی که از خدا میترسد آشتی میکند و کسی که از خدا نمیترسد کبر میکند و هیچگاه آشتی نمیکند تا که الله بر شما رحمت آرد. یعنی اگر شما آشتی کنید و این آشتی شما تنها از ترس خدا باشد، بدانید که خدا بر شما رحمت می آرد در این دنیا و آخرت. پس برادر و خواهر عزیزم، کار یکمی که باید شما انجام بدهید این دست کشیدن از حرام است. از قمار دست بکشید و آیت دوم را فراموش نکنید که شما مسلمانان، شما مؤمنان برادر یکدیگر هستید. پس
آشتی بکنید. سبب حاضر کردن این نوار این بود که شما را وادار کنم که قمار حرام است، از آن دست بکشید و دوم این که شما آشتی بکنید. سخنهای پروردگار را به هر یکی شما رسانیدم، پس عمل کردن در دوش هر یکی شماست. و درستی که ما برادر هستیم، پس ما باید به یکدیگر رحم بکنیم و گناهی یکدیگر را ببخشیم که خداوند هم گناهان ما را میبخشد. پس ای شخصی که این نوار را تماشا کردی، به یار و دوستانت این نوار را بفرست، شاید سبب هدایت آنها بگردد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.